حين ولدت طيبا. سلام استاد انصاری. سلامت باشید. زنده من باشید. از استان اردبیل شهر انبران تماس میگیرم، ولی متاسفانه خودمو نمیتونم معرفی کنم. مشکل نیست، بفرمایید. من فقط در مورد این تحریف قرآن، این رافضی‌ها که هستن همشون دروغ میگن. بالاخره میخوان یه جورایی جیب خودشون رو پر کنن. این آخوندهای رافضی همشون مردم رو گول میزنن. اکثر مردم هم که بعضی هاشون بی سواد هستن، مثلا پای منبر اینا میشینن، حرفا اینا رو گوش میدن، متوجه حرفا اینا نیستن. درست. بالاخره مردم اینا میخوان با ریاکاری، با سینه‌زنی، با هر جور کارهایی که انجام میدن جیب خودشون رو پر بکنن. درست. ببخشید برادر عزیز، شما از برادران شیعه هستید یا از اهل سنت؟ من از اهل سنت هستم. شهر انبران شافعی هستیم. ماشاءالله. بالاخره تو استان اردبیل درسته که یعنی شهر انبران کلا سنی شافعی هستن. ماشاءالله. فقط اینها که از طرف اردبیل بالاخره بچه‌ها زیر فشارن، هر جور باشه صفوی این رافضی‌ها بچه‌های ما رو زیر سلطه گرفتن. ولی به هر حال با شبکه‌های قرآنی شما، شبکه نور، شبکه کلمه اینا که هستن، بچه‌ها همه به هر حال که الحمدلله دارن گوش میدن، شبکه‌ها رو مطلع میشن. انشاءالله که شما پاینده باشین، سلامت باشین. سلامت باشید. من برنامه شما رو دنبال میکنم. تشکر از شما. از همه شما متشکرم. سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. واقعا جای تعجبه که چطور بعد از سالها ظلم و ستم صفوی‌ها در اردبیل، چون که یعنی این مناطق کلا مراکز اینها بود و از همین جا شروع کردن به قتل عام اهل سنت، هنوز هم الله سبحانه و تعالی لطف کرده و روستاهایی و شهرستانهایی که کلا اهل سنت یا اکثریت اهل سنت هستن در اطراف اردبیل وجود داره که یعنی خیلی مشکلات گوناگون دارن، از نگاه کمبود مدارس و مساجد و تبعیضی که با اونها برخورد میکنن حکومتدارای ایران. امیدواریم الله سبحانه و تعالی شر این حکومت ظالم و مستبد را از سر همه مسلمانان جهان. اینا مثل یک میکروبی هستن که برای همه مسلمانان جهان مضر هستن. اینا برای همه، از ایران گرفته تا اروپا و آمریکا و سراسر، اصلا اینا دشمن بشریتن، دشمن انسانیتن. من اگر بخوام در مورد دشمنی اینها با اقوام و نژاد بشر صحبت بکنم، یک برنامه ویژه‌ای باید در این مورد داشته باشیم. توهین‌ها و اهانت‌های مختلفی که به اقوام مختلف کردن در کتاباشون.